الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه دیگر از برنامه‌های راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان گرامی قرار دارم. بینندگان عزیز، بحث ما در مورد بدعات اعتقادی هست و در مورد توسل و تبرک به صورت مفصل و گسترده مطالب را به خدمتتان بیان کردیم. اما در این برنامه اجازه دهید که پیرامون موضوع بدعات قبور، آنچه که ربطی به قبرستان ها میگیرد و آنچه که ربطی میگیرد به قبرها، مطالبی را به خدمت شما بینندگان عزیز بیان بکنیم. بدون شک در داخل این بدعات و در داخل این خرافاتی که در مسئله زیارت قبور وجود دارد، یک سری بدعات اعتقادی هست و بدعات شرکی هست که واقعا انسان را از دایره اسلام خارج می کند و یک سری مسائل دیگری و موضوعات دیگری هست که می توان با آنها بدعت گفت که باز هم همان گمراهی می باشد. بینندگان عزیز، قبل از این که به این موضوع بپردازیم اجازه دهید که به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی مطالبی را در مورد زیارت قبور، یعنی مشروعیت زیارت قبور، اول صحبت کنیم و بعد ان شاء الله به ترتیب به سراغ بدعات و شرکیاتی که در قبرها وجود دارد و در زیارتها وجود دارد و در قبرستانها وجود دارد به خدمت شما مطالبی را بیان کنم. به خاطر اینکه عده‌ای از اهل بدعت وقتی که قافیه با آنها تنگ می آید به جفنگویی شروع می کنند و اهل سنت را متهم به این می کنند که گویا اهل سنت اصل زیارت قبور را قبول ندارند و اصل زیارت قبور را رد می کنند، در حالی که این گونه نیست. اینها همه دروغ و افترا هست که بر اهل سنت بسته میشه و اهل سنت را در واقع آنها تهمت می زنند به ایشان. در مورد زیارت قبور اولا باید این نکته را بدانیم که در اوائل اسلام بله منع بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه نمیدادند به صحابه که آنها به قبرستان ها برند و به هر صورت زیارت قبور بکنند. به خاطر این بود که اوائل مسلمان ها هنوز قلب آنها با نور ایمان منور نشده بود به صورت مستحکم و به صورت قوی و ایمان آنها به اون اندازه قوی و مستحکم نبود. هنوز آثاری از شرک و از بتپرستی در اعمالشان و در کردارشان وجود داشت، نه اینکه اعتقادی، بلکه همان در کردارشان مشخص بود، چون سالها و سالها اینها مشرک بودن. حالا که مسلمان شدن، بعضی از آثار تا این که آهسته آهسته دین مقدس اسلام توسط آیات قرآن این عادات را از آنها دور بکند، در وجود آنها وجود داشت. به این اساس، چون در واقع قبرها اولین مرحله است برای بتپرستی، انسان را به بتپرستی میرساند، انسان را به غیر الله پرستی میرساند، که اکثرا کسانی که متاسفانه خیلی علاقمندی برای قبرستان ها دارند و خیلی علاقمندی به تبرک و به اینها دارند که به قبرستان ها بجویند، آخر الامر اعمال انجام میدهند که حتی مشرکین مکه هم در مقابل آنها عاجز میمانند و ما به چشم سر امروز مشاهده میکنیم این موضوعات را. بله بینندگان گرامی، در اوائل اسلام رفتن به زیارت قبور منع بود. بعد از آن که مسلمان ها به درجه رسیدند که خودشان در واقع شرک و بدعت را از هم تمایز میدادند و فرق میکردند که این مثلا توحید است، این شرک است و این شرک چی هست و در مقابل توحید قرار میگیرد، اینها را آگاه شده بودند و میدانستند. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره اجازه دادند برای امت خود و برای صحابه رضوان الله علیهم اجمعین که شما بروید، حالا حق دارید که زیارت بکنید و اشکال برای شما نداره، بریم زیارت قبور بکنیم. در حدیثی این مطلب این گونه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها،
این حدیث در صحیح مسلم آمده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من در گذشته شما را از زیارت قبور منع کرده بودم، شما را اجازه نمیدادم که به زیارت قبرستان ها بروید، الان بروید، فزوروها، بروید الان زیارت بکنید، اشکال نداره برای شما. یعنی اجازه دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم و آن حکمی که قبلی بود آن منسوخ شد. حالا برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه است که به زیارت قبرستان بروند. البته در این مورد که مردها و زنها با هم تفاوتی دارند یا ندارند در میان علما اختلاف هست و علما میفرمایند که مردها خوب به طور اولا اشکال نداره بروند زیارت قبرستان ها، ولی در مورد زنها در این مورد اختلاف است که آیا زنها هم بروند یا نروند. عده‌ای از علما این را مکروه میدانند و عده‌ای دیگر جایز میدانند تحت شرایطش، تحت شرایطی که داره آن را جایز میدانند. و عده‌ای از علما که آن را مکروه میدانند استناد به بعضی از روایات دارند و به خاطر سد ذریعه آن را مکروه میدانند و میگویند زنها به زیارت قبرستان نروند، بهتر است، به خاطر اینکه قلب آنها رئوفتر و مهربانتر است، مبادا اعمال شرکی انجام بدهند و به هر صورت به سر و صورت بزنند، به هر صورت تبرک های بیجا به قبرستان بکنن و یا سر و صدای آنها بلند بشه و به این مسائل. به این جهت است که بعضی از علما این را مکروه میدانند و عده دیگر که جایز میدانند تحت شرایطش که آن زن محجبه باشه. مثلا زنی که به زیارت قبرستان میره خودش را فشن نکنه، به صورت آرایش نکنه، خودش را به صورت بسیار منظم ترتیب نکنه که جلب توجه دیگران بشه و لباس بسیار مجلل نپوشه که جلب توجه دیگران بشه و داخل قبرستان هم که میره راه امن باشه، به این شکل نباشه که در امنیت و آرامش قرار نداشته باشه، به زیارت قبرستان بره و خدای نکرده برایش کدام اتفاق بدی بیفته. و به این ترتیب این شرایط را حضرات علما میگذارن، یا خلطیت زن و مرد نباشه داخل آنجا. بعضی از اماکن هست که خلطیت زن و مرد هست، یعنی زن و مرد با هم خلط هستند و خدا میداند که در میان اینها چی مشکلاتی به وجود می آید و کسانی که خود آنها در این مورد رفتند و دیدند بهتر از من میدانند. به هر صورت با این شرایط بعضی از علما رحمهم الله اجازه دادند که زن هم به قبرستان برود. به هر صورت حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میفرمایند که من شما را قبلا از زیارت قبور منع کرده بودم، فزوروها، پس بروید زیارت بکنید، اشکالی برای شما نداره. خب در این زیارت گاهی بعضی یعنی می شود گفت که در این زیارت قبور یک سری سنت های وجود دارد و آداب وجود دارد و برعکس آن و مقابل آن یک سری بدعات وجود دارد، یک سری شرکیات وجود دارد که واقعا بر امت اسلامی لازم است که از اینها پرهیز بکنند. حالا ما اول به آداب و سنن زیارت قبور می پردازیم و بعد از آن که ان شاء الله این مسائل تمام شد به دنبال آن ان شاء الله که به مسائل شرکیات و بدعاتی که ربط میگیره به زیارت قبور به خدمت شما عزیزان صحبت خواهم کرد. یکی از آدابی که زیارت قبور یا زیارت قبرستان دارد این است که وقتی انسان داخل قبرستان می شود سلام کند. در روایات برای ما این گونه گفته شده و واضح شده. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین میفرمایند وقتی که ما میخواستیم قبرستان برویم رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم میدادند که هرگاه شما وارد قبرستان شدید سلام کنید بر اهل میت و بر اهل قبرستان، بر اهل قبرستان سلام کنید. در روایتی آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی شما وارد قبرستان میشیم، در روایت ابوبکر این گونه آمده که السلام علی اهل الدیار، و در روایت از زهیر آمده که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم للاحقون اسأل الله لنا ولكم العافیه. این حدیث در صحیح مسلم آمده، صحیح مسلم روایت شماره 975. وقتی وارد قبرستان میشویم این دعا را بخوانیم، یا که در واقع این خودش دعا هست، سلام فرستادن بر اهل میت، بر اهل قبرستان و بر اهل قبور در واقع دعایی است به اونها.
السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین. سلام بر شما ای کسانی که شما در اینجا افتاده هستید، ای سرزمین مسلمان ها، ای کسانی که شما در اینجا افتاده هستید و زیر قبرها هستید. و انا ان شاء الله للاحقون، ما هم به زودی به شما پیوست خواهیم کرد، ما هم به زودی به سراغ شما، به پیش شما خواهیم آمد. همچنان که شما از دنیا رفتید، ما هم به زودی از دنیا خواهیم رفت و در کنار شما خواهیم آمد. اسأل الله لنا و لکم العافیه، که این دعا هست در واقع، و خود این سلام هم به معنای درود فرستادن و به معنای دعا کردن، عافیت طلب کردن از خداوند جل جلاله برای اهل قبرستان می باشد. یا در روایت دیگر این گونه آمده، باز هم در صحیح مسلم حدیث شماره 974 این گونه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند وقتی شما زیارت قبرستان می‌روید این سلام را بگویید: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و یرحم الله المستقدمین منا و المستأخرین و انا ان شاء الله بكم للاحقون. این را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما می‌فرمایند که شما این گونه بگویید. فقط در اینجا و یرحم الله المستقدمین منا و المستأخرین، الله سبحانه و تعالی گذشتگان و آیندگان ما را ببخشد و آنها را رحم بکند، این در این حدیث اضافه شده که این هم دعا هست. ما خب گفتیم قبلا که این خود سلام فرستادن برای اهل قبور و برای اهل قبرستان در واقع این خودش دعا می باشه برای اهل قبرستان و برای اهل قبور. و همچنین انسان وقتی که داخل قبرستان وارد میشه دعای مغفرت بکنه برای اهل قبور مسلمان ها، نه برای اهل قبور کفار. برای اهل قبور مسلمان ها انسان دعا بکنه، نه اینکه از اونها دعا بخواه، به اونها دعا بکنه. که در روایت صحیح مسلم در همین روایت 974 و 975 این حدیث و این موضوع در واقع برای ما واضح شد. اسأل الله لنا و لکم العافیه یا و یرحم الله المستقدمین منا و المستأخرین، که در واقع اینها خودش دعا برای اهل قبور و اهل قبرستان می باشد. بنابراین یکی دیگه از آداب این است که ما وقتی وارد قبرستان شدیم از خداوند جل جلاله برای اهل قبور طلب مغفرت بکنیم، بگیم یا الله اینها را ببخش، اینها را عفو کن، یا الله دستای اینها کوتاه شده، دیگه اینها عمل ندارند، حالا مجبورن که جواب بدهند. چون وقتی انسان از دنیا میره دست او از دنیا قطع میشه، دیگه چیزی نداره، دیگه نمیتوانه که عمل انجام بده، نمیتوانه که برای خود ثواب و پاداش و اجر و مزد برای خود جمع کنه. بنابراین این انسان نیازمند به اینه که زندگان به اون دعا بکنند، نیازمند به این است که زندگان برای او دعا بکنند. پس بنابراین ما از خداوند جل جلاله طلب مغفرت کنیم. اگر واقعا پدر خود را، مادر خود را، قوم خود را، خویش خود را، پدر بزرگ خود را، مادر بزرگ خود را و به همین ترتیب دیگر مسلمان هایی که آنها را دوست داریم فقط به اونها دعا کنیم. وقتی به قبرستان رفتیم از خداوند جل جلاله به اونها طلب بکنیم که یا الله، یا الله اینها را ببخش، دستای این بیچاره ها کوتاه شده، دیگه اینها چیزی ندارند. یا الله اگر از پیش اینها گناه سر زده، یا الله جل جلاله گناهان اینها را عفو بکن و ببخش. این خوب است. این دعا کردن در واقع یکی از آداب زیارت قبور هست و آداب دیگری داره که ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز بیان خواهم کرد. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه رهنمود سنت.
بینندگان عزیز و گرامی، یکی دیگه از آدابی که در واقع برای زیارت قبور انسان باید متوجه باشد، یا هدفی که انسان وقتی به زیارت قبرستان می رود باید چی هدفی داشته باشد و چی مرامی داشته باشد، این است که انسان وقتی به زیارت قبرستان می رود در واقع یکی از مقاصد مهمی که زیارت قبرستان برای انسان دارد این است که انسان به یاد مرگ بیفته، انسان را به یاد مرگ بیاندازه و متوجه بکنه که روزگار منم مثل اینها خواهم مرد و از دنیا خواهم رفت و در کنار اینها یا در جای دیگر، خلاصه این که در شکم زمین و در شکم خاک منم در خواهم آمد. انسان وقتی به زیارت قبرستان میره باید این به یادش باشه، این را یاد بکنه که وقتی من داخل قبرستان رفتم حالا برای اهل قبرستان دعا می کنم، روزگار شاید کسی برای منم دعا بکند و من زیر خاک باشم. انسان به یاد مرگ بیفته، چون در واقع افتادن به یاد مرگ انسان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکنه. امروز اکثرا کسانی که گمراه هستند مشکلشان در این است که به یاد مرگ نمیافتند، حتی اگر به قبرستان برند به اهداف دیگری میروند، اهداف دیگری دارند، هدفشان این نیست که به یاد مرگ بیفتند. چون امروزه متاسفانه بدعات و خرافات چنان وفور شده در قبرستان ها که انسان را از یاد مرگ نه، بلکه انسان را به یاد باغهای گوناگون می اندازد که انشاءالله ما به این موضوعات در ادامه و در برنامه های بعدی انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا انسان وقتی به زیارت قبرستان میره باید به یاد مرگ بیفته. این مورد هم در حدیثی آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فزوروا القبور فانها تذکر الموت. پیامبر علیه السلام میفرمایند شما زیارت قبرستان را بکنید، فذروها، شما زیارت قبرستان بکنید، فذوروا القبور، زیارت قبور را بکنید، فانها تذکر الموت، چرا که این زیارت قبور شما را به یاد مرگ می اندازد، شما را به یاد این می اندازد که روزگار شما هم از دنیا می روید و روزگار شما هم فوت می کنید و روزگار شما هم مثل اینها در شکم خاک در می آیید. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 976. و همچنین انسان در وقتی که در قبرستان می رود به فکر این بیفتد، پیش خود فکر کند. بیننده گرامی، اگر میخواهی که دلت نرم بشه، میخواهی که دلت از دنیا بیرغبت بشه، البته بیرغبتی دنیا به این معنی که دنیا را ترک بکنی، مثل که عده‌ای فکر میکنن که زهد و تقوا در این است که تو دنیا را ترک بکنی. نه، از دنیا استفاده کن، از دنیا استفاده کن، ولی دنیا را هدف ندان، دنیا را وسیله بدان، وسیله برای رسیدن به هدف. هدف اصلی چیز دیگری باشه و انسان مؤمن باید با چنین اعتقادی از دنیا استفاده بکنه، دنیا را هدف ندانه بلکه دنیا را وسیله برای رسیدن به هدف بدانه. این بحث اخلاقی و بحث جدایی است که به این نمیپردازیم. ولی اگر میخواهی که خواهرم و برادرم قلبت نرم شود، دلت نرم شود در مقابل معصیت هایی که انجام میدهی، شکایت داری از این که نماز درست نمیخوانی، شکایت داری از این که عبادت پروردگار را به صورت درست نمیکنی، شکایت داری که قلبت و دلت فاسد شده، زنگار گرفته و به طرف گناه و معصیت تو را تشویق میکنه، برو به زیارت قبرستان. یک بار برو آنجا، پیش خود فکر کن روزگار منم فوت میکنم، روزگار منم مثل این انسان که حالا زیر خاک می باشه، حالا پوسیده، وجودش از بین رفته، استخوانهایش حتی پوسیده. این انسان چقدر دندانهای زیبا داشته، حالا دندانهای زیبایش کجاست؟ چقدر لبهای زیبا داشته، حالا کجاست؟ چقدر چشمه‌های زیبا داشته، ابروهای زیبا داشته، چهره زیبا داشته، دسته‌های سفید و زیبا داشته، ناخن‌های زیبا داشته، پاهای زیبا داشته، حالا کجاست اینها؟ قد و اندام بسیار زیبایی داشته، لباس زیبا داشته، حالا کجاست؟ انسان وقتی به زیارت قبرستان میره باید این به فکرش باشه، به فکر این باشه، به این فکر بیفته که انسان حالا کجا شد. این هم خانواده داشت، این هم پول داشت، این هم زیبایی داشت، این هم همه آنچه که من دارم داشته، حتی بیشتر از من. حالا کجا شده؟ حالا زیر خاکه، پوسیده، از بین رفته، چیزی برای او باقی نمانده. نه پولی به دردش خورد، نه مالی به دردش خورد، نه زندگی و این تجملات به دردش خورد و به نفعش بود. خلاص
حالا مرده، از بین رفته. انسان باید وقتی به قبرستان میره این فکر را با خود داشته باشه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فانها تذکر الموت، باید این گونه باشه انسان. و همچنین انسان باید نسبت به دنیا بی‌رغبت بشه وقتی قبرستان میره. گفتیم که بی‌رغبتی دنیا یا زهد به این معنا نه که ترک دنیا بکنه، بلکه از دنیا به حد یک وسیله استفاده بکنه. خود دنیا در اصل یا به دست آوردن مال و زراندوزی در واقع این خودش چیز بدی نیست که انسان مال به دست بیاوره، سرمایه به دست بیاوره، چیز بدی نیست. ولی زمان بد می شود که ما خواسته باشیم از اون بد استفاده بکنیم، ما از راه بد به دست بیاوریم و برای بد استفاده بکنیم، اینجا بد می شود. این مخالف با زهد نیست که انسان کار بکنه، تجارت بکنه، مال برای خودش جمع بکنه و در راه خدا انفاق کنه. خیلی خوبه. حتی فضیلت انسان بهتر از او کسی است که در راه خدا انفاق نمی کنه. به هر صورت موضوع ما اینجاست که در واقع انسان وقتی که به زیارت قبرستان میره به یاد آخرت بیفته. یعنی چی؟ یعنی انسان پیش خود فکر کنه من امروز زنده ام، فردا میرم زیر قبر، بعد از فردا که از قبر برخاستم چیکار میشه؟ کجا میروم؟ کجا میروم؟ این قبر در واقع قیامت فردی انسان هست. عالم برزخ قیامت فردی هست، اما قیامت بزرگ و قیامت کبرا قیامت اجتماعی است که همه انسان ها دوباره از اول دنیا تا آخر هر چی که بودن از قبرها برمیخیزند و به سوی صحرای محشر دوان دوان میروند. حالا انسان باید این فکر را بکند وقتی قبرستان میره به یاد این بیفته که اینهایی که در اینجا حالا قرار دارند داخل قبرستان هستند، اینها قیامت صغرایشان هست. قیامت صغرا را اینها پشت پا گذاشتن، پشت سر گذاشتن، حالا رو به طرف قیامت کبرا میروم. منم همین کار میشوم. روزی در پیشگاه خدا حاضر میشوم و الله تعالی از من همه چیز را پرسان میکند. خواهرم که بی حجابی میکنی، مواظب باش. وقتی زیارت قبرستان رفتی این را متوجه باش. وقتی قبر را دیدی متوجه باش. روزگاری باید همه اینها را جواب بدهی. برادرم، خواهرم که نماز نمیخوانی، بی نماز هستی، متوجه نماز نیستی، متوجه عبادت خداوند نیستی، هر کاری که پیش آمد خوش آمد انجام میدهی، مواظب باش که روزی همه را باید در پیشگاه خداوند جواب بدی. پند بگیر از زیارت قبرستان. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میفرمایند که شما زیارت قبرستان کنید. پیامبر علیه السلام میفرمایند که انی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فان فیها عبره. من شما را از زیارت قبرستان منع نمی کردم، حالا به شما میگم بروید زیارت قبرستان. فان فیها عبره، در این زیارت قبرستان پند است برای شما، موعظه است برای شما. وقتی میروی زیارت قبرستان برای تو پند شود، برای تو عبرت شود که برای آینده خود مواظب باشی، برای عمل کرده خود مواظب باشی، هر کار پیش آمد خوش آمد انجام ندهی. این از معنا و مفهوم و مقصد زیارت قبور. چیزی دیگر غیر از این نمیتونه باشه. اینها چیزهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند. این حدیث ان نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فان فیها عبره در مسند احمد آمده، حدیث شماره 11329. این بحث را در اینجا تمام میکنیم، بحث آداب شرعی زیارت قبور یا طریقه شرعی زیارت قبور. بعضی از مسائل و مطالب دیگری که ربط میگیره به زیارت غیر شرعی و خلاف شرعی که ان شاء الله به خدمت شما بینندگان عزیز در برنامه‌های آینده بیان خواهم کرد. حالا همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.